طبق قانون استفاده از نوار چسب برای عایق کردن اتصالات ممنوعه. چرا ممنوعه؟ چون باعث میشه در دراز مدت این اتصال خراب بشه و آسیب بزنه. یه سری میان میگن که آقا من یه جوری چسب میزنم اینو که هیچ چیش نشه و بهترین مدل عایق کردنه. باریکلا به شما. ولی طبق قانون مبحث 13 ساختمون استفاده از چسب برق ممنوعه. شما باید به جای چسب برق از وارنیش استفاده کنید. وارنیش چیه؟ یه لوله تو خالیه که اینجا من بیارم بازش هم بهتون نشون بدم. یه لوله تو خالی جنس پلاستیکی داره، وقتی حرارت بهش بدید جمع میشه. استفاده از وارنیش کافیه که شما سیم رو به هم بتابونید و وارنیش رو روی محل اتصالتون قرار بدید. با یه منبع حرارت مثل فندک، مثل سشوار، به راحتی وقتی که حرارت بهش بدید جمع میشه. من الان نصفش رو به حرارت بدم بهتون نشون بدم به این صورت. تا 50% وارنیش میتونه جمع بشه. ببینید کاملا کیپ روی سیم رو میگیره. از این قسمت هم ببینید سایزبندی داره وارنیش. ما اینجا اومدیم توی پک های مختلفی وارنیش رو بسته‌بندی کردیم به طول 10 سانتی متر. پک اول سایز 1 تا 6، پک دوم سایز 7 تا 14، پک سوم که کامل ترین پکمونه سایز 1 تا 14 بسته 800 عددیه که طول 5 سانت دارن. هر کدوم از این مجموعه رو خواستید میتونید از سایتمون ثبت سفارش کنید. نکته‌ای که من تو معرفی وارنیش فراموش کردم بهتون بگم اینه که وارنیش ها هم در مقابل دما، هم در طول گذر سالها آسیبی نمیبینن، هم اینکه تا 1000 ولت عایق میکنه. همین قطعه ساده میتونه یکی از بهترین اتصالات رو براتون به ارمغان بیاره که تو پک های مختلف هم ما موجودش داریم. بر اساس نیازتون میتونید ثبت سفارشش رو انجام بدید.